بزرگترین کابوس یک جوان. فکر کن درس تو تموم کردی، حالا باید بری سرباز. فالو کردن شما باعث دلگرمی منه. پس فالو، لایک و شیر یادتون نره تا از محتوای بیشتر جا نمونید. میخوام یه راهی بهت معرفی بکنم که دیگه سربازی تو برجکی دور از خونت، تو شهر دور از خونت نگذرونی. دم در خونت بیفت. سلام، من امیررضا صحبتی هستم و امروز میخوام بهتون توضیح بدم که چجوری امریه بگیریم. قانون نظام وظیفه کشورمون یه چیزی وجود داره به اسم امریه. حالا امریه چی؟ تا آخر ویدیو همراه من باشین تا برسیم به معرفی امریه. توی قانون نظام وظیفه کشورمون یه چیزی وجود داره به اسم امریه. امریه یعنی شما به جای اینکه توی محیط پادگان خدمت بکنی، توی یگان خدمت بکنی، توی شهر خودت یا شهر نزدیک خودت به عنوان کارشناس وظیفه توی شرکت کار بکنی. روش پیدا کردن امریه چیه؟ شما بعد از گرفتن مدرک لیسانس یا کارشناسیتون میرین توی گوگل سرچ میکنین امریه یا ثبت نام امریه، فرم بالا رو پر میکنین و بعد از 1 یا 2 هفته با شما تماس میگیره. ولی یه نکته وجود داره، شما حتما باید کارت اعزام به خدمتتون رو یا دفترچه‌تون رو پست کرده باشین، وگرنه این برای شما امکان پذیر نیست. بعد از اینکه فرمو پر کردین و باهاتون تماس گرفتن، به صورت اتوماتیک آدرس براتون ارسال میشه، محلی که باید آموزش ببینین براتون ارسال میشه و بعد از اون یه خدمت راحت رو به عنوان یک کارشناس، یک مهندس، یک پزشک یا هر رشته‌ای که شما تحصیل کردین میتونین توی شهر خودتون یا شهرهای نزدیک خودتون داشته باشین. ارادتمند شما، امیررضا صحبتی. بدرود.